یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. به نام خداوندی بخشنده مهربان. اقرأ كتاب الله ورتل الآيات ما دام في هداه سعادة الحياة. اقرأ كتاب الله ورتل الآيات ما دام في هداه سعادة الحياة. اقرأ كتاب الله ورتل الآيات. سلام بچه های عزیز، حالتان خوب است؟ خوش و خرسند هستید؟ خدا رو شکر. در کنار شما هستیم با برنامه یک آیه یک داستان. راستی بچه ها، در برنامه یکی از دوستان خوبم کنار ما هستند که مثل شما باهوش و دوست داشتنی هستند. مهینه جان، خوش آمدید. من هم بسیار سپاسگزارم و سلام میکنم اول به شما و علیکم السلام عزیزم. و بعد به همه دوستانم که ما را میشنوند. آرزو میکنم که همگی خوب و سلامت باشید. خب مهینه جان، تعریف کن چه خبر؟ درس و خواندن ها خوب است؟ بله، من طلبه درس خوانم و همیشه درس هایم را میخونم. آفرین، احسن به شما. راستش من امروز بیشتر از هر روز دیگر خرسندم. چی خوب، امیدوارم همیشه خوش و خرسند باشی. اما آیا یگان دلیل خاصی دارد؟ دوست داری به ما هم بگویی؟ بله البته، راستش قرار است که خواهرچه دار شوم. مادر جانم امروز به بیمارخانه رفتند تا برایم یک خواهرچه نازنین بیاورند. واه، چه خوب و عالی. من هم بسیار خرسند شدم و قدم‌های با برکتش را به شما دوستی عزیز تبریک میگویم. خیلی تشکر. بیبی جانم گفتند که بعد از ظهر یعنی ساعت 2 که وقت ملاقات در بیمارخانه است، همراهشان به دیدن مادرم و خواهرچه‌ام می رویم. راستی یک چیز آوردم تا به شما هم نشان دهم. ببینم آن چیست؟ یک هدیه که می خواهم در اولین دیدار به خواهرچه‌ام دهم. وای، چه کلاه زیبایی. حتما به آمیزه بد. این را بیبی جانم خریدند. آخه بیبی جانم خیلی مهربانند. انشاءالله خداوند عمرشان را دراز کند. اتفاقاً در برنامه امروز می‌خواهیم درباره مهربانی، حمایت و پشتیبانی صحبت کنیم. مهینه جان، به نظر شما مهربان‌ترین کس برای ما انسان‌ها چی کسی است؟ برای من بیبی جانم مهربان‌ترین کسم هستند. فکر میکنم که همه مادران و پدران بهترین کس برای بچه هایشان باشند. آفرین عزیزم، بسیار هم زیبا. شما فکر میکنید برای چی والدین بهترین و مهربانترین کسی ما هستند؟ خب پدر و مادر همیشه بچه ها را دوست میدارند. حتی اگر خطای هم داشته باشیم ما را باز هم دوست میدارند. بله. هرچی نیاز داشته باشیم برایمون مهیا میکنن. مثلا چی؟ هر نمود لباس، خوراک، بازیچه، قلم و دفتر و خیلی چیزهای دیگر برایمون میخرند. با هم به گردش پارک میرویم. به علاوه هدیه های دوست داشته‌مان را میدهند و خیلی کارهای دیگر. آفرین، احسن به شما. پدر و مادر همیشه مراقب و مواظب کودکانشان هستند و در هر سختی آنها را کمک و یاری میکنند. به فرزندانشان چیزهای خوب را یاد میدهند و کمک میکنند تا آنها راهی درست را انتخاب کنند. بله، من فکر میکنم بهتر از مادر و پدر وجود نداشته باشد. بله، پدر و مادر خیلی مهربانند، اما
یک کس هم هست که از آنها هم مهربانتر است. اگر گفتی کسی که برای بچه ها همین پدر و مادر را آفرید. بله فهمیدم، شما درست میگویید. خدا جان از همه مهربانترین است. بله عزیزم، خداوند نسبت به بندگانش بسیار مهربان و دلسوز است، مخصوصاً بنده های مؤمن و صبورش. محبت والدین تنها ذره از محبت خداوند بزرگ است. پروردگار از هر کسی، حتی از پدر و مادر، یار و دوستان، به ما آدم ها نزدیکتر است و در هر شرایط به ما کمک میکند. برای همین در قرآن کریم آیت هست که میفرماید ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. یعنی خداوند ما را آفریده و از همه چیزی ما با خبر است. حتی از رگ گردن به ما انسان ها نزدیکتر است. آسمان ها برکات، هر زمانی که فرستی بر محمد صلوات. خب مهینه جان، ساعت نزدیک 2 است. ساعت 2 شد؟ بله، بهتر است بیبی جان را منتظر نگذارید و با هم بروید دیدن مادر جان و خواهرچه نازنین. حتما. سلامی من را هم به مادر جانتان رسانید، اما پیش از رفتن با دوستانی عزیزی در خانه خداحافظی کنید. دوستان خوبم، امیدوارم که شما هم مثل من خواهرچه یا دادرچه داشته باشید و با او بازی کنید. تا یک آیه و یک داستان دیگر، خدا نگهدار. بچه های عزیز، الهی که خیر ببینید. خوش باشید و سلامت، در درس هاتان هم موفق. خدا نگهدار. خدا به هر انسانی